سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این آن کتاب است که در آن هیچ شبهه نیست، یعنی همان کتابی که خدای تعالی فرستادن آن را در کتاب‌های دیگرش وعده داده بود، راهنما برای پرهیزگاران است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنهایی که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم نفقه می کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه به سوی تو فرود آورده شد و به آنچه پیش از تو فرود آورده شد ایمان می آورند و آنها به آخرت یقین دارند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آنها از جانب پروردگار خود بر هدایتند و آنها رستگارانند. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هر آینه بر آنهایی که کافر شدند برابر است. آنها را خواه بترسانی خواه نترسانی ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاد و بر چشمهایشان پرده هست و برای آنها عذاب بزرگ در پیش است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز بازپسین ایمان آوردیم ولی آنها مؤمن نیستند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خدا و کسانی را که ایمان آوردند فریب میدهند و به حقیقت جز خودشان کسی را فریب نمیدهند و آگاه نمیشوند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری یعنی سستی ایمان است، پس خدا بیماری را بر آنها افزون داد و به سبب آن که دروغ می گفتند برای آنها عذاب درد دهنده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و چون به آنها گفته شود در زمین تباهکاری نکنید گویند جز این نیست که ما خود اصلاحگرانیم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باش که به حقیقت تباهکاران آنهایند ولیکن خود خبر ندارند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
و چون به آنها گفته شود ایمان آورید چون مردمی که ایمان آوردند گویند آیا ایمان آوریم چنان که بخیردان ایمان آوردند؟ آگاه باش به حقیقت بخیردان آنهایند ولیکن خود نمیدانند. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. و وقتی که با اهل ایمان ملاقات میکنند گویند ایمان آورده ایم و چون با شیطانهای خود یعنی پیشوایان خود تنها شوند گویند همانا ما با شماییم. جز این نیست که ما آنها را تمسخر میکنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خدا به آنها تمسخر میکند و به آنها در گمراهیشان مهلت میدهد تا سرگردان شوند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنها آن کسانند که به عوض هدایت گمراهی را خریدند پس تجارتشان سود نبخشید و آنها راهیاب نشدند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل آنها مانند مثل کسانی است که آتش افروختند پس چون آتش اطرافشان را روشن کرد خدا نور این گروه را دور ساخت و آنها را در تاریکی ها بگذاشت هیچ نمی بینند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کورانند گونگانند کرانند پس آنها باز نمی گردند. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثل آنها مانند اصحاب باران بزرگی از آسمان آمده است که در وی تاریکی ها و رعد و برق باشد. آنها به سبب آوازهای پرهول از ترس مرگ انگشتانشان را در گوشهای خود در می آورند و خدا فراگیرنده کافران است. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمایشان را برباید. هرگاه برق به آنها روشنی دهد در آن روشنی راه روند و چون راه را بر آنها تاریک کند بیستند و اگر خدا میخواست هر آینه شنوایی و دیده های آنها را میبرد. به درستی که خدا بر همه چیز توانا است. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم پروردگار خویش را بپرستید تا پرهیزگار باشید آن که شما و کسانی پیش از شما را آفرید. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که زمین را برای شما فرش ساخت و آسمان را سقف و از آسمان آب فرود آورد، پس به سبب وی میوه های گوناگون را بیرون آورد، روزی برای شما. پس دیده و دانسته برای خدا همتایانه نگیرید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر از آنچه بر بنده خود فرود آوردیم، یعنی قرآن، در شبهه هستید و اگر راستگو هستید، پس سوره به مانند آن بیارید و بجز خدا مددگاران خود را بخوانید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. پس اگر این کار را نکردید و البته نتوانید کرد، پس از آن آتش حذر کنید که آتش افروزی وی مردم و سنگ ها باشند، برای کافران آماده کرده شده است. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و به آن کسان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مژده ده که برای آنها بوستان‌هایی است که زیر آن جایها می روند، هرگاه از آنجا از میوه‌های گوناگون روزی داده شوند، گویند این همان است که پیش از آن داده شده بودیم و به آنها آن روزی مانندی یکدیگر آورده شود، یعنی به سبب گم شدن یگان چیزی دوست داشته خود هرگز آزرده خاطر نمی شوند و آنان را در آنجا زنانی پاک کرده شده است و آنها در آنجا جاویدانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. همانا خدا از آن شرم ندارد که به پشه و بالاتر از آن مثل بزند، اما آنهایی که ایمان آوردند میدانند که این مثل راست و از پروردگارشان است، و اما آنهایی که کافرند میگویند خدا با آن مثل چی چیز خواسته است؟ خدا به سبب وی بسیاری را گمراه میکند و به سبب وی بسیاری را هدایت میکند و به وی بجز بدکاران کسی را گمراه نمی کند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خدا را بعد بستن آن می شکنند
و آنچه را که خدا پیوستنش را فرموده است میبرند و در زمین تباهی میکنند. همانا آنها زیانکارانند. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه به خدا کافر می شود و حال آن که بی جان بودید، پس شما را زنده گردانید، بعد از آن شما را بمیراند، باز شما را زنده گرداند، باز به سوی وی گردانیده می شود. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. او آن خدای است که هرچی در زمین است همه را برای شما بیافرید. سپس به سوی آسمان متوجه شد، پس آن 7 آسمان را راست کرد، یعنی قصد آفرینش آسمان کرد و او به هر چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و یاد کن چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من جانشین در زمین می آفرینم. گفتند آیا در آنجا کسی را می آفرینی که در وی تباهی کند و خون بریزد؟ حال آن که ما با هم تو را به پاکی یاد می کنیم و تو را مقدس می داریم. فرمود همانا من آنچی را می دانم که شما نمی دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خدا تمام نامهای مخلوقان را به آدم بیاموخت، سپس آن چیزها را بر فرشتگان پیش آورد. پس گفت اگر راستگو هستید از نامهای این چیزها مرا خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گفتند پاکی تو راست، ما را هیچ دانش نیست مگر آنچه تو به ما آموختی و درستی که تو دانایی با حکمتی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمود ای آدم فرشتگان را از نامهای اینها خبر ده. پس چون آنها را از نامهای اینها خبر داد فرمود آیا به شما نگفته بودم که همانا من چیزهای نهانی آسمان ها و زمین را میدانم و آنچه را که آشکار میکنید و آنچه را که پوشیده میداشتید میدانم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید،
پس سجده کردند مگر ابلیس که قبول نکرد و سرکشی نمود و از کافران گشت. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتم ای آدم تو با همسرت در بهشت بمان و از بهشت هر جا که خواهد فراوان بخورد و با این درخت نزدیک مشوید که از گناهگاران خواهد شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان هر دو را از آنجا بلغزانید و آنها را از آن نعمتها که در آن بودند بیرون آورد و فرمودم فرود آید بر زمین، بعضی شما برای بعضی دیگر دشمن باشد و برای شما در زمین تا مدت آرامگاه و بهره‌مندی هست. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. پس آدم از پروردگار خود سخن چند فرا گرفت. پس خدا با مهربانی بر وی بازگشت، همانا بازگردنده مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمودم همه شما از اینجا فرود آید. اگر از من هدایت به شما بیاید، پس کسانی که هدایت مرا پیروی کنند بر آنها هیچ ترس نیست و آنها اندوه نخورند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که نگرویدند و آیاتهای ما را دروغ داشتند آنها باشندگان دوزخند، آنها در آنجا جاویدانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. ای بنی اسرائیل، آن نعمت مرا که بر شما ارزانی داشتم یاد کنید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه فرود آوردم که در تصدیق آنچه با شماست ایمان آرید و نخستین منکر آن مباشد و به عوض آیاتهای من بهای اندک را مستانید و از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. راست را با ناراست آمیخته مکنید و راست را دانسته پنهان مدارید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع